امروز رژیم صهیونیستی در مقابل چشم مردم دنیا داره به تدریج ذوب می شود، داره تمام میشه. اینو مردم دنیا دارن میبینن. Ayatollah Ali Khamenei said the war in Gaza is melting and ending the Zionist regime in front of the eyes of the world. Iran's supreme leader was speaking at a ceremony to mark the 35th death anniversary of Ruhollah Khamenei, the previous supreme leader. His speech was broadcast live on state TV. In the nearly 55-minute speech, he claimed that Israel had thrown itself into a dead-end corner and would not be able to find its way out of it. He also claimed that Israel had underestimated the capability of the resistance front. واقع قضیه این است که رژیم صهیونیستی یک محاسبه غلطی کرد، یک تحلیل غلطی کرد از توانایی‌های جبهه عظیم مقاومت. امروز یک جبهه بزرگی در منطقه ما وجود دارد به نام جبهه مقاومت. این جبهه توانایی‌های زیادی داره. رژیم صهیونیستی در فهم این حقیقت دچار اشتباه شد، دچار غلط شد. به دست خودش رژیم صهیونیستی خود رو در یک دالان بنبستی انداخت که پشت سر هم شکست ها پی در پی به سراغش خواهند آمد و از این دالان به حول و قوه الهی راه نجاتی پیدا نخواهد کرد. Iran's acting foreign minister reached Lebanon on Monday. Ali Bagheri Kani will also travel to Syria. As per Iran's state-run IRNA agency, he will meet with the two countries' officials, as well as the officials of the resistance front to discuss ways to counter Israel. علاوه بر موضوعات مربوط به لبنان، از جمله موضوعاتی که با همکار گرامی و برادرم وزیر محترم امور خارجه لبنان بحث و گفتگو کردیم، اوضاع در غزه و به ویژه در رفح بود و در این زمینه اتفاق نظر داشتیم که همه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی باید یک حرکت جمعی برای مقابله با تجاوز صهیونیست‌ها و حمایت از مردم فلسطین به ویژه در رفح داشته باشند و در این چارچوب در واقع برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از جمله ابتکارهای مشترک ما برای در واقع انجام یک اقدام جمعی مشترک و قاطع در این مسیر مورد تأکید قرار گرفت. Iran supports Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen. Both groups have targeted Israel after Israel started its retaliation against Hamas in Gaza.